ولیس لجاهل فی الناس معنا ولو ملک العراق له تأتی. شخص جاهل در بین مردم معنا ندارد. شخص بی سواد و نادان در بین مردم یگان معنا ندارد، بودن او بی معنا است، معنی ندارد. ولو ملک العراق له تأتی، اگرچه برای وی ملک عراق نائل شدن به ملک عراق آسان شده است، ملک عراق زیر دستی او در آمده است، وی که شخص جاهل هست یعنی از آن فایده نمیگیرد. ولیس لجاهل فی الناس معنا، آدمی بی سواد یگان معنا ندارد، به معنی است آدمی به همین معنا. اگر مغنین آمده است در بعضی نسخه ها ولیس لجاهل فی الناس مغنین، شخص جاهل نادان یک شخصی است که مردم به حاجت نمی شود. اگر همون نادان اگرچه ملک عراق به دست بیاردم مردم به حاجت کرده نمی تواند، به مردم فایدهش نمی رسد. برای چی عراق؟ برای چی سعودی نه؟ حالا مانده است که ملک سعودی امروز از ملک عراق بزرگ است، برای آنکه در آن وقت در زمان مصنف از همه جای سبز و منور این عراق بود و خلیفه های عباسی هم از عراق بودند و پایتخت دولت اسلامی و خلافت مسلمان های کل جهان عراق بود، بغداد بود، شهری که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دفن شدند، شهری که امام احمد زندگی کردند. سه امام ها از عراق هستند، امام ابو حنیفه و امام شافعی و اینچنین امام احمد. اما امام مالک از مدینه هستند. ولیس لجاهل فی الناس معنا ولو ملک العراق له تأتی. عراق درختان زیبا داشت، درختان خرما داشت، جزیره عربستان خشکی بود، برای همین هم در زیر یگان چیها قرار نداشت، در زیر یگان دولت های ابرقدرت قرار نداشت. برای چی؟ برای اینکه یگان چیز نداشت، یا زمین خشکی خالی بود پیش از برآمدن نفت. اما عراق جای لازمه بود. اون سالایی که صدام حسین راهبر عراق بود ما حج رفته بودیم به واسطه عراق. $1 به $1 1400 لیتر بنزین میداد به $1. مقصد در تحریم بودن سوزشواری هاش بیرون نمی برآمد، مال و ملکاش بیرون نمی برآمد. یک لینچه خرما که عبارت از 30 کیلوگرم بود به $2 خریده بودیم، در حالی که در مدینه 1 کیلوگرم خرما $2 بود. در عراق یک لینگه $2 بود. بنابراین بسیار در شعرها در ضرب المثل ها ملک عراق را مثال میبرند. اگر شخص جاهل ملک عراق به دست بیاردم، از آن شخص بیسواد که هست نمیداند چه خیل تصرف کند در مال، مردم بهره نمیبرند.